سلام دوستان، اومدیم با یه آموزش جدید که یه جور شال گردنه برای اینکه گرم نگه داره گردن رو، یا اینکه مثلا برای مثل حجاب یقه که زیر لباس قرار میگیره برای زمستون. یه چیز خیلی مناسبیه. ببینید هم میتونه یقه ایستاده باشه، هم میتونیم لبه ها رو تا کنیم و یه حالت یقه آرشال به ما بده. یه حالت شال گردن هم حساب میشه، هم حجاب یقه حساب میشه. برای زمستون یه چیز خیلی مناسبیه. ببینین این قسمت از اینجا شروع میشه، بافتمون دور تا دور میبافیم که برای بافت این یه دونه کلاف هم نمیبره، خیلی کمتر میبره. حالا من بخاطر اینکه توی دوربین مشخص بشه با رنگ روشن میبافم. برای این کار ببینیم، برای اینکه ما دور تا دور سر رو باید اندازه رو داشته باشیم. وقتی که میخوایم ببافیم عرض کار بستگی به اندازه و سلیقه خودمون داره. من اگر برای این نخی که ظریف هست دارم میبافم، تعداد دونایی کمتری رو باید قرار بدم، ولی میخوام چون توی فیلم مشخص باشه، برای نخ تیره که نازکتر بود من 20 تا دونه سر انداختم، ولی برای نخی که خیلی ضخیم باشه 15 تا دونه هم بس میشه. باز این عرض زنجیره هامون تعدادی که میزنیم بسته به خودمون داره. هر تعداد زنجیره که زدیم بعد 3 تا زنجیره اضافه تر میزنیم که حکم یه پایه رو داره. شروع میکنیم از اولین زنجیره، قبل از اون 3 تا زنجیره پایه بلند زدن. دونه دونه زنجیره هامون رو پایه بلند میزنیم. پس اندازه عرض این چیزی که داریم میبافیم یا حالت کش بافه بستگی به سلیقه خودمون داره. از 15 تا دونه هست تا 25 تا زنجیره، چون بیشتر از اون دیگه خیلی نمیشه بلندترم ببافیم، مگه اینکه بخوایم تا کنیم لبه یقه رو. همینطور دونه دونه ببینید زنجیره ها رو پایه بلند میزنیم. نگاه کنین هر یه دونه رو هم اصلا نباید جا بندازیم. تمام دونه ها رو همینطور میشماریم. تعداد پایه هامون هر چند تا که میخوایم باشه پایه بلند میزنیم. من الان اینجا 15 تا پایه بلند زدم، یعنی 15 تا زنجیره زدم. 3 تا دونه زنجیره اول اضافه تر زدم که حکم یه پایه رو داره، بعد 14 تا دیگه پایه بلند زدم. حالا میرسیم ببینیم به آخر رج. حالا میخوام برم رج بعدی رو ببافم. از همینجا ببینیم پایه بلندامون رو هم حتما تو هر رج بشمارین که کوچیک و بزرگ نشه. میخوایم بریم رج بعد 3 تا دونه زنجیره میزنیم، نخ پشت قلاب. ببینیم میایم از روی اولین پایه بلند اون، از بالاش یعنی از اون گندمی روش شروع میکنیم پایه بلند بافتن. همینطور به ترتیب تمام پایه بلندامون رو یه دونه پایه بلند از روش میبافیم. یعنی این رج هم حتما من باید همون 15 تا پایه بلند رو داشته باشم. تمام رج ها رو بشمارین که کم و زیاد نشه، چون لبه شال یا لبه یقمون کج وای میسه. حتما باید تعداد پایه هامون دقیق باشه. الان این رو میبافیم تا این آخر، دوباره میریم برمیگردیم همینطور ادامه میدیم هر رج رو. ببینید همینطور پایه بلند میزنیم، میبافیم، میریم برمیگردیم تا به اندازه‌ای که میخوایم برسیم. حالا این اندازه چقدره؟ وقتی که بافتیم اینه. الان ببینید یه حالت، نگاه کنید نخ من ضخیمه، این بستگی داره. اگه نخمون ضخیم باشه تعداد رجامون نگاه کنین بیشتر هم میشه. البته نه که یعنی تعداد بیشتر بشه، نخ ضخیم نگاه کنین. الان این نخ رو وقتی من برمیگردم دو سر کار رو بستگی داره، یعنی تعداد رج اندازه مشخصی نداره. نگاه کنین وقتی میذارم کنار هم دور تا دور سر از روی پیشونی میگیرم، حتما باید یکم آزادتر بشه که از سر رد بشه. هیچ وقت نباید تنگ تر بگیریم. پس تعداد رج ها بستگی به اندازه نخ و دور سر داره. بعد تا این اندازه که بافتیم میایم مدل فقط قرار گرفتنش رو دقت کنین. یه کار خیلی ساده و آسونی. ببینین الان من چجور گذاشتم رو هم. حالا من این رو اینطوری روی هم قرار میدم، بعد این لبه کار رو نگاه کنین از اینجا تا اینجا همه رو یا با سوزن دوخت میزنم یا با همین قلاب ادامه بافت رو میرم. نگاه کنین الان یه بار دیگه من اینو انجام میدم. پس وقتی به اندازه دور سرمون که یه به اندازه 2 سانتی آزادتر بود رسید، دیگه بافتمون رو ادامه نمیدیم و اینجوری نگاه کنین روی هم قرار میدیم. ببینین از اینجا تا اینجا دوخت میزنیم، یه حالت یه مثلثی میشه. بعد میایم وقتی که دوخت زدیم
میایم ادامه کار رو از لبه کار میبافیم با هم دیگه. حالا من میخوام قبل از که دوخت بزنم ببافم. خب دوستان، امیدوارم تا اینجا رو با من بافته باشین. من به جای اینکه دوخت بزنم با همین نخ و قلاب میخوام طریقه وصل کردنش رو بهتون بگم. ببینید من الان میخوام با همین نخ که تو دستمه، ببینید همینجا رو با خود ادامه همین نخ با قلاب وصل کنم. نگاه کنید اون طرف کار من اون 3 تا زنجیرایی بوده که آخر و اول رج داشتم، ولی این طرف همه پای بلندایی بوده که دارم، ابتدای رج بوده. من اول میام یه بست میزنم، یعنی نخ رو نگاه کنین در میارم، از داخل اون زنجیره‌ای که داشتم یه حالت بست میزنم. خب الان اینجا وصل شد دو طرف به هم دیگه. حالا میایم همین اول کار از اولین دونه گندمی که داریم قلاب رد میکنم. نگاه کنین حالا میام اول کار اول 3 تا زنجیره رو میزنم، اینو یادم رفت و بگم. بعد میام از ببینید اولین دونه گندمی که دارم میام از داخل اون 3 تا زنجیره‌ای که دارم نخ و قلاب رو حالت پای بلند میبافم. نگاه کنین به حرکت قلاب نگاه کنین متوجه میشین که از کجا رد شده. ببینید همینطور فقط ابتدای کار حتما باید این دونه گندمی ها رو بشمریم که تا انتهای کار که میرسیم اون کنج ما به ما پای بلند بده. یعنی ما آخر کار حتما باید وسط جلوی یقه رو 6 تا پایه بزنیم. ببینید من الان اول کار 3 تا پای بلند میبافم. نگاه کنین بعد 2 تا زنجیره میزنم، بعد 2 تا دونه رو رها میکنم، دوباره 3 تا پای بلند دیگه میبافم. نگاه کنید الان من 2 تا زنجیره رو زده بودم، بعد یه پای دیگه زدم، دوباره یه پای بلند دیگه، دوباره نگاه کنید از دونه گندمی بغلیش یه پای بلند دیگه از داخل اون 3 تا. ببین اونجا من یه 3 تا زنجیره دارم دیگه که حکم پای بلند، من از داخل اون این 3 تا پایه رو در میارم. حالا دوباره ببینید 2 تا زنجیره میزنم که میشه فاصله، دوباره نخ پشت قلاب. ببینید 2 تا گندمی رو رد میکنم، بعد میام از توی سومی قلاب رو رد میکنم، بعد این طرف هم میام یه دونه اون 3 تا زنجیره ها رو رها میکنم، از 3 زنجیره بعدیش نخ و قلاب رو در میارم. ببینین اولین پای بلند رو میبافم، دوباره 2 تا بغلش میبافم، میشه 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره. همینطور میبافم تا بیام به پایان کار یا اینکه گوشه کار برسم که این میشه وسط جلوی یقمون. حالا من با یه نخ رنگ دیگه میبافم. من الان اون رو شکافتم با نخ رنگ دیگه مخالف بافتم که مشخص بشه. یه کار خیلی راحتیه. ببینین ابتدای کار 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره، 2 تا دونه گندمی رو رها کردم، دوباره 3 تا پای بلند دیگه، دوباره 2 تا زنجیره. همینطور ادامه میدم تا به گوشه کار برسم. حالا به این گوشه که رسیدم من بعد اینجا یه حالت زاویه ایجاد کنم دیگه. میام از داخل همین گوشه که قلاب رد میکنم 3 تا پای بلند میبافم، یعنی به این آخرین پای بلندیه که یعنی روی بافت داریم. حالا چشمی هم نگاه کنید متوجه میشین. ببینید الان از همینجا از گوشه کار من 3 تا پای بلند میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم همینجا. نگاه کنید الان من به کار میخوام زاویه بدم دیگه. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره نخ پشت قلاب، از همینجا دوباره 3 تا پای بلند دیگه میبافم. ببینید گوشه کارمون قشنگ مشخصه، یعنی یه پای بلند داریم که 3 تا زنجیره‌ای بوده، بعد یه طرف کارمون پای بلندایی بوده که بافتیم، یعنی اون دونای گندمی مونه که از داخلش که رد کردیم ما این 6 تا پای بلند رو میبافیم. پس گوشه کار ما 6 تا پای بلند داریم، وسطشون هم 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم این طرف، حالا این طرف کار ما برعکس میشه، اونی که روه طرف که روه پای بلندا بوده یا زنجیرایی بوده که داشتیم، طرف زیر میشه دونه گندمیامون. یه دونه از اون 3 تا زنجیرایی ها رها میکنیم، میریم روی 3 تا زنجیره بعدی، قلاب رو در میاریم، از زیری هم از روی دونه گندمی هاش ببینید نخ و قلاب رو در میاریم و پای بلند میبافیم. نگاه کنین من قلاب رو از کجا میبرم، از داخل اون پای بلندی که هست یا همون 3 تا زنجیره‌ای که هست میبرم و از دونه گندمی زیری پای بلندمون رو در میاریم و میبافیم. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، همین کار رو ادامه میدیم تا به وسط پشت برسیم.
نگاه کنی الان این گوشه کارمونه دیگه، این ابتدای کارمون که همینطور یکی در میون 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره، همینطور دور تا دور کار رو میبافیم. فقط جلوی کار هست که حالت دلا داره که بافته میشه، ولی بقیه کار دیگه حالت یلا میشه. ببینین وسط کار رو وقتی اینجوری قرار بدیم، وسط پشت قشنگ مشخص میشه که هم میتونی با مارکر علامت بزنیم، هم وقتی به اونجا که رسیدیم خواستیم ببافیم قشنگ مشخصه. ببینین الان این کنج مال جلوی یقه است، من دور تا دور رو بافتم، نگاه کنین دور تا دور که نه، یعنی یک طرف رو بافتم، همینطور 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره 2 تا دونه رو رها کردم. نگاه کنین جلوی کار دلاه، الان من زیر کار رو نشونتون دادم. بعد نگاه کنین بافت رو انجام میدم تا به وسط پشت برسم. نگاه کنین همینطور بافت رو ادامه میدم، وقتی کار رو زمین میذارم وسط پشت قشنگ مشخص میشه. بعد میایم از داخل اون 3 تا زنجیره‌ای که وسط پشته دوباره 6 تا پای بلند میبافیم، یعنی یه 3 تا میبافیم 2 تا زنجیره دوباره از همون جا یه 3 تا پای بلند دیگه میبافیم که این میشه کنج پشت یا وسط پشت. چون حتما باید وسط جلو پشت زاویه دار باشه، یعنی یه حالت اضافه کردن باشه، وگرنه لباس جمع میشه، یا تو لباس یا تو یقه یا تو هر جایی که بخوایم کنج یا زاویه بدیم به لباسمون حتما باید این کار رو انجام بدیم. دور تا دور ببینید 3 تا پایه یه 2 تا زنجیر است، ولی وسط جلو و وسط پشت 6 تا پای بلنده، یعنی 3 تا پای بلند میبافیم 2 تا زنجیره دوباره 3 تا پای بلند دیگه از همون جا میبافیم. ببینید الان دوباره همینطور ادامه میدیم بافتمون رو. نگاه کنید یه دونه 3 تا زنجیره جا میذاریم، میریم روی 3 تا زنجیره بعدی 3 تا پای بلند میبافیم، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، همینطور ادامه میدیم. نگاه کنید تا به آخر کار برسیم. الان اومدیم ببینیم به آخر کار رسیدیم. ببینید از روی این 3 تا زنجیره که 3 تا پای بلند بافتم 2 تا زنجیره زدم. اگر دقیق بافته باشین به آخر کار که برسیم ببینید اون یه دونه فاصله 3 تا زنجیره هست، کم نمیاد. حتی اگر کم هم اومد میتونید همون 2 تا زنجیره که بزنین بافت رو بست بزنین به اولین 3 تا زنجیره‌ای که بافتین. حالا برای ادامه کار من میام اینجا 5 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره حکم یه پای بلند رو داره، 2 تا زنجیره هم برای فاصله. بعد میام از داخل فضای خالی اولین یعنی خونه خالی شروع کنم 3 تا پای بلند زدن. تو اکثر بافت‌های این که پای بلنده که به بافت مادر بزرگ معروفه یا خیلی ها این بافت رو بلدن، این یه بافت خیلی راحتیه که اول زنجیره میزنیم بعد دوباره از اون فضای خالی 3 تا پای بلند میبافیم. ببینین الان اولیش 5 تا زنجیره زدیم، بعد اولین خونه خالی 3 تا پای بلند، دوباره 2 تا زنجیره، دوباره خونه خالی بعدی 3 تا پایه بلند میبافیم. این کار رو همینطور ادامه میدیم تا برسیم به گوشه کار، یعنی همون وسط جلوی یقمون. تنها نکتهش فقط همون کنج یقه است یا وسط پشت و جلوی یقمون حساب میشه که باید حتما 6 تا پایه ببافیم. ببینید الان از فضای خالی که رسیدم 3 تا پایه رو اول میبافم، بعد 2 تا زنجیره میزنم، این 1 2. حالا میام از داخل همین کنج جلو یا وسط جلو که 6 تا پایه زدم از داخل اون دوباره 6 تا پایه دیگه میزنم، یعنی 3 تا پایه بلند میزنم 2 تا زنجیره از همونجا دوباره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. به این 2 تا زنجیره دوباره از همینجا 3 تا پایه بلند دیگه. ببینید همینطور ادامه میدم دور تا دور تمام فضای خالی که تو هر رج ایجاد میشه رو 3 تا پایه بلند بافیم با فاصله های 2 تا زنجیره. این بافت شال یه بافت خیلی راحت و آسونیه که هر کسی میتونه ببافه. فقط ما احتیاج داریم به یه مستطیل که به اون عرضی که میخوایم میبافیم، به اندازه هم میبافیم که اندازه دور سرمون یکم آزادتر باشه. ببینید الان دور تا دور همین بافت رو دائم هی ادامه میدیم تا به اندازه‌ای که میخوایم برسیم. این اندازه هم با سلیقه، میتونیم 5 رج ببافیم، میتونیم 10 رج ببافیم، فقط باید حواسمون به این
وسط پشت و جلو باشه که میبافیم. ببینید وقتی بافتیم دوباره به پشت هم رسیدیم، این قسمت هم همون 6 تا پایه رو دوباره میبافیم که وسطش 2 تا زنجیر است. یعنی از داخل این 6 تا پایه وسطش 3 تا پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیر، دوباره از همونجا 3 تا پایه بلند دیگه که حالت یک کنج به ما بده. نگاه کنین دور تا دور ما این رو میبافیم. حالا به اندازه‌ای که میخوایم، هر چند رجی که میخوایم، کوتاه‌تر بشه یا بزرگتر بشه برای یقمون دیگه، این سلیقه‌ایه. این رو میبافیم. حتی یقمون ببینین اگر پهن ببافیم لبه یقه رو هم نشون بدم که برمیگرده حالت یقه آرشال میشه. یه بافتیه که کارایی خیلی زیادی میتونه داشته باشه. ببینین الان این به اندازه، نگاه کنین دور تا دور گردنه. باید حتما یکم آزادتر از دور سر بگیریم که داخل گردن خیلی کیپ و سفت نباشه. حالا دور تا دور رو میبافیم تا ادامش رو بگم. خب دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجا با من بافته باشین. این یقه خوشگل رو ببینین، من اینجا سادش رو بهتون نشون میدم دور تا دور رو که بافتم، ولی روی این تیرهه نگاه کنین یه حالت حاشیه بافتم که یه حالت مدل داشته باشه دور تا دور کارمون، یعنی آخرین رجمون مدلش فرق داره. این هم بستگی داره به اندازه‌ای که میخوایم ببافیم، هر چند رج که خواستیم ببافیم. اگه نخمون نازکتر بود میتونیم تعداد رجای بیشتری بافیم، ولی تو این رنگی که من دارم نگاه کنین چون نخم ضخیم بود من رجای کمتری رو بافتم. من کلا 5 رج بافتم. نگاه کنین دور تا دور کار رو. حالا من میخوام اون حاشیه‌ای رو که بافته بودم روی این کار هم بهتون نشون بدم. فقط آخر کار که هستیم میایم میشماریم وقتی که میخوایم حاشیه رو ببافیم از کنج کار، یعنی از وسط جلو. نگاه کنین فضای خالی رو که داریم اینجوری حساب میکنیم. ببینین از وسط جلو رو پر حساب میکنیم، فضای خالی بعدی رو خالی حساب میکنیم. میگیم یه پر یه خالی، یه پر یه خالی تا به اول کار برسیم. بعد اینطوری میفهمیم که اول کار باید بافت پای کوتاه یا خالی رو ببافیم یا پای بلندامون رو. حالا من به اول کار رسیدم. الان میام توی اینجا چون میخوام خالی ببافم. یعنی چی؟ یعنی من توی این خونمون میخوام پایه کوتاه ببافم. حالا وقتی که ببافین متوجه میشین که الان من چی میگم. چون یه دونه خونه ها پای بلند میبافیم پر میکنیم، یه دونه خونه ها پای کوتاه میبافیم. الان توی خونه اول پای کوتاه رو بافتم، اومدم از توی خونه بغلی شروع میکنم پای بلند بافتن. چون من نخم کلفته یا نخایی که خیلی ضخیم باشه، البته نخای خیلی ضخیم برای این مدل بافت زیادم خوب نمیشه، نخ ظریف قشنگ تره. من فقط به خاطر اینکه رنگش روشن بود تو فیلم مشخص بشه با این نخ بافتم که یه خورده ضخیمه. میام اینجا چیکار میکنم؟ 3 تا پای بلند میبافم. ببینید بعد 2 تا زنجیره میزنم، بافت پیکوت انجام میدم. 2 تا زنجیره میزنم، قلاب رو ببینین از تو این 2 تا نخ در میارم، بعد همون زنجیره‌ای که تو قلاب بود رو حالت بست میزنم، بعد دوباره 3 تا پای بلند دیگه میبافم. این 1، این 2، این هم 3 تا پای بلند. ببینید الان این وسطش حالت بافت پیکوت داره، دور تا دورش هم 3 تا پای بلند قبل و بعد پیکوت داره. دوباره میام، حالا ببینید به این نخ وقتی دیدم کشیده میشه میام یه زنجیره میزنم. حالا من ابتدای کار رو هم میشکافم، دوباره یه زنجیره میزنم. بعد میام از خونه خالی بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم، دوباره یه زنجیره میزنم، دوباره نخ پشت قلاب میام از خونه خالی بعدی این بافت 6 تا پای بلند و پیکوت رو دوباره تکرار میکنیم. نگاه کنید 3 تا پای بلند میبافم. ببینین الان 2 تا زنجیره میزنم، این 1، این 2. بعد قلاب رو ببینین از کجا در میارم؟ از داخل این 2 تا دونه اولم که وسطه نگاه کنید در میارم، حالت بست میزنم که این میشه بافت پیکوت. دوباره نخ پشت قلاب از همون جا 3 تا پای بلند دیگه میبافم. این 1، این 2، اینم 3. حالا اگه ما نخمون ظریف‌تر بود برای پیکوت میتونیم، الان یه زنجیره زدم اومدم خونه بغلی دوباره یه پای کوتاه بافتم، دوباره یه زنجیره میزنم، دوباره میام توی خونه بغلی. فقط این رو بگم که برای بافت پیکوت اگه نخمون ظریف هم میتونیم 3 تا زنجیره بزنیم یا 4 تا زنجیره بزنیم،
چون 2 تا زنجیره خیلی پیکوتو نشون نمیده، ولی اینجا چون نخم زخیمه با 2 تا دونه زنجیره ببینید دارم بافت پیکوت رو انجام میدم مشخصه. با این 2 تا زنجیره هم بافتمون معلوم میشه، ولی نخ ظریف با 2 تا زنجیره مشخص نمیشه. یا 3 تا زنجیره بزنید یا 4 تا زنجیره. دوباره ببینید 3 تا پای بلند بعدی رو میبافم، دوباره یه زنجیره میزنم میرم از خونه بغلیش، دوباره یه دونه پای کوتاه میبافم، دوباره یه زنجیره، دوباره نخ پشت قلاب. حالا رسیدیم به این کنج یا وسط جلو. شروع میکنیم از همون وسط 3 تا پای بلند، دوباره یه بافت پیکوت یعنی 2 تا زنجیره میزنم. ببینید نخ و قلاب رو از داخل اون 2 تا نخ در میارم، یه حالت بست میزنم، دوباره نخ پشت قلاب 3 تا پای بلند دیگه از همون فضا میزنیم. ببینید الان این شد وسط جلو. دوباره یه زنجیره میزنم میام خونه بغلی، یه دونه پای کوتاه، دوباره یه زنجیره. نگاه کنیم بافتمون رو الان. ببینید وقتی میگم بشماریم به خاطر اینه که وسط جلو حتما این پای بلند و پیکوتمون قرار بگیره. ببینید دور تا دور رو میبافیم. هر کاری برای وسط جلو انجام میدیم برای وسط پشت هم همون رو انجام میدیم. این رو میبافیم تا به آخر کار برسیم. وقتی آخر کار که شد میایم روی همون پای کوتاه اولی که داشتیم یه بست میزنیم، بافتمون رو تموم میکنیم. الان ببینید این بافت رو ببینید من تعداد رچ هام کمتره چون نخم زخیمه، ولی میتونیم مثلا اینو بیشتر بافیم یا کمتر، بستگی به اندازه و ضخامت نخ داره. الان ببین این تیره نخش چون ظریف‌تره من تعداد رچ‌های بیشتری رو دور تا دور بافتم. ببینین دور تا دور کار من تعداد رچش خیلی بیشتره، ولی چون نخم اون یکی زخیم بود من کلا 5 رچ بافته بودم. همه اینها سلیقه‌ایه. تنها نکتهش اینه که این دور تا دور مستطیل اولی رو که میبافیم گشادتر باشه از سرمون، یکم زیاد تنگ نباشه. امیدوارم ببافین و استفاده کنین.